اینک باز یک قدم مهم و ثمره بخش در راه تطبیق دانش‌های نظریوی دانشجویان در عملیه. افتتاح دو صنفخانه تعلیمی، آزمایشگاه‌های تعلیمی و طبابتی و حجره بی‌ضررگردانی برای کافدراهای استوماتولوژی معالجوی و استوماتولوژی ارتوپدیا با جراحی جاغ و روی در دانشگاه ملی تاجیکستان در اساس دستور و هدایت‌های پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی مملکت صورت گرفت. ضمن افتتاح صنفخانه و آزمایشگاه‌های نوی تعلیمی و صنفخانه کامراهای نظارتی، رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان قابلجان خوشوقت‌زاده تاکید داشت که این اقدام در سمت درست به راه ماندن کارهای تعلیمی و متدی و آماده نمودن متخصصان صاحب کسب مساعدت زیاد می‌کند. همکنون دانشجویان اختصاص دندانپزشکی فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان امکان دارند که برابر دانش‌های نظریوی روند کار و فعالیت با دستگاه و تجهیزات را از آموزگاران خود به خوبی آموزند. شده‌شوی آزمایشگاهی که ما آن را حاضر دیده ایستاده‌ایم یک اقدام نیک از طرف راهبریت دانشگاه می باشد. این یک اقدام خوب و نیک است، زیرا که ما باید در آینده متخصصانی را تربیت نماییم که آنها هم دانش داشته باشند و هم ملکه‌های خوب داشته باشند، زیرا که بیماری‌هایی که استوماتولوژی میگوییم این یکی از پرابلم‌های اساسی ساحه تندرستی در تاجیکستان می باشد. در آزمایشگاه از روی آن تجهیزات‌های معاصری که امروز در استوماتولوژی استفاده برده می شود آنها هستند و آموزش طبیبان آینده در همین تجهیزات حاضر زمان خیلی خوب است، زیرا که در آینده این صفت بلند یاری استوماتولوژی را به آدمان زمینه تشکیل می دهد. صنفخانه و آزمایشگاه‌های نوی تعلیمی و صنفخانه کامراهای نظارتی با تمام دستگاه و تجهیزات معاصر صحوی از جمله 6 دستگاه استوماتولوژی با کرسی استوماتولوژی، میز کاری طبیبان، ویزیوگراف برای تشخیص رنتگنولوژی دندانها، افتکلف برای بی‌ضررگردانی، اسباب‌های استوماتولوژی، جیوان بی‌ضررگردانی برقی، دیستیلاتور و غیره تامین می‌باشند. چنین شرایط زمانوی آموزشی برای دانشجویان امکان می‌دهد که در جریان درس‌های عملی با نازکی‌های اختصاص انتخاب کرده خویش بیشتر آشنا گردند. در جهان تجهیزات‌های درجه عالی با تجهیزات درجه عالی یعنی که همان دکترها کار میکنند. بنابراین تجهیزانیدن من این اتاق‌های کاری ما تجهیزات‌های حاضر زمان این یعنی که همان صفت تعلیم صفت متخصصای ما بلند می‌بردارد. با مناسبت افتتاح مرکزهای آموزشی با اشتراک دانشجویان و آموزگاران جمع آمد برگزار گردیده، راهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان روی دست گرفتن این اقدام را در سمت تطبیق هدفهای 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف مهم معنی داد کردند. تاکید شد که حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را در محور سیاست خود قرار داده برای تامین سالمی اهالی و بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های طبی توجه خاصه می‌دهد. افتتاح صنفخانه و آزمایشگاه‌های معاصر تعلیمی با نوترین دستگاه و تجهیزات کشورهای پیشرفته در فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان امکان می‌دهد که صفت تعلیم و تربیت دانشجویان تحکیم بخشیده شود و با بهتر به راه ماندن کارهای تعلیمی و متدی متخصصان صاحب کسب در ساحه تندرستی آماده کرده شود. سفرخوجه رضازاده، سهراب نظرزاده، شهر دوشنبه برای خبر.